بی فاطمه گریان میکرد و پیغمبر علیه السلام گفت چرا گریان میکنی؟ قربان شما میرین من دق میرم. گفت خب تو هم میری؟ و میدانم که من میرم و او دنیا دنیایی است که من خیلی از شما دور هستم یا رسول الله. پیغمبر علیه السلام برش گفت که بیبی جان وار خطا نشو در میدان محشر. نزدیک خواستش به گوشکش گفت که بیبی وار خطا نباش تو با پدرت میباشی. بیبی فاطمه اشکار پاک کرد ولی میخنده، خوشحال است. در وقت جان کندن پدر خوشحال شده. بیبی عایشه گفت چه گفت پدرت؟ پدرم گفت که دخترم با من روز محشر یک جای حشر میشی. چی سعادتی بزرگی برای من عایشه. یک بار عایشه در گریه شد و هر کس هم باشه در گریه میشه و قهرش میآید و خیبتش شور میخوره که چرا منی؟ پیامبر گرامی اسلام یک درود سرشار برش بخوانید. نه تو کی میشه که هم مگیتان به یک آواز صلی الله علیه. چرا گریه میکنی مادر مسلمانان؟ پسر گفت که شما به این وعده دادین به منه. رسول علیه السلام اندکی تکیه داشت، از جا خود راست کرد گفت عایشه فاطمه تنها نی، تو هم تنها نی، یاران ما هم تنها نی، تمام امت ما که راه مرا بیایه در میدان محشر با ما یک جای حشر میشه. بعد بیبی فاطمه گفت یا رسول الله در میدان محشر شما را به کجا پیدا کنیم؟ مادران اسلام بشنوین و برادران بزرگوار کجا هستی؟ گفت از قبر که بخیزی من سر ترازوی میزان استارستم دختر. گفت پدر شما سر ترازوی میزان چی میکنین؟ شما خوب گناهگار نیستین که سر ترازوی میزان باید اعمال شما وزن شود؟ گفت بچیم برای امتای خود ایستاد میشم که رویشان سیاه کردن که اونجا جای وزن کردن است. اگر شفاعتی بتوانم، اگر حمایتی بتوانم، دعای به الله کنم که امی امت ما ثوابش بیشتر شود. و اگر دختری هوشیار دیگه دختری کی است؟ بله دختری رسول خداست دیگه، فاطمه رضی الله عنها. زیرک گفت پدر اگر اونجا نبودی؟ گفت که نزدیک پل صراط. پدر اونجا شما چی میکنین؟ گفت بچم دختری عزیزم امتای قرار باشه به جهنم بغلت دست چه میگیرم به این دست میگیرم، اما با خلا و خطا نشی که یک نفر دست چند نفر میگیره. او دستی ما دستی تو نیست، دستی رسول خداست. لک لک تارم میگیره و به جنت روان میکنه. بگوین الله اکبر انشاءالله. گفت پدر اگه اوجا نبودی؟ گفت به این دوزخ میرم. پدر در دوزخ چی میکنه؟ گفت درون دوزخ پشت امتای میرم. امت شنیدن، امت